جمعه 2 خرداد ماه روز 10 الارض، یعنی روز تولد مادر زمین، روزی که بعد از 1 سال رحمت خدا به طور ویژه روی زمین گسترده میشه و دعاها آسونتر از همیشه مستجاب میشن. خواستت هر چی که هست، برکت آسمونی، روابط عاطفی، ازدواج، سلامتی یا آرامش در این روز خیلی به اجابت نزدیکن، چون انرژی زمین با انرژی تو و آرزوهات هماهنگه. بهش اعتماد کن. پس حتما بفرست برای دوستان و عزیزانت تا اونها هم از این انرژی ناب جا نمونن. و اینو بدون، هر کاری که برای بقیه میکنی چند برابرش به خودت برمیگرده. اگه خواستت برات مهمه، حتما کارهایی که تو کپشن گفته شده رو انجام بده. با احساس عالی بنویس: من در مدار آرزوهام هستم.